خفنا امروز اومدیم با یک دونه دیگر از سری بازی های فنافی که توش تون سعور هستش. یعنی فناف تون سعوری، نه فردی نه چیکا نه بانی، هیچ کدومشون نیستم، فقط این تون سعور و کوسه اسمش نمیشه. بریم بازیشو تجربه کنیم. قبل از اون لایک من یادتون نره، دمتونم گرم. عشق کنید. بره سراغ بازی. نیم اول تایم 0. شب اول تایم بله آقا تایم 0 رو داریم. یک جای بسیار زیبا، یک اتاق بسیار زیبا بنده دارم. ساعتم 12 هستش. اینجا میتونیم دوربینا رو بزنیم که تون سعور اومد. ببین یه دونه عروس خوشگلم داریم، یه دونم دوربین داریم بچه ها واسه این تون سعور و این چیزا. مثلا میبینیش کجا هستم. مثلا ببین الان تون سعور اینا نابیا قیافه رو میبینی، قیافه اصلا داد میزنه. بس اسم اینا رو یادم نیست، ولی خب بچه ها اینجا بسی بده اصلا. نه این عکس خودمه دیگه، عکس خودم رفتم سوار تون سعوریان داشت. فقط اینجا یه موردی داره، باتری داریم، زیاد نباید از دوربین استفاده کنیم. و اینکه تا ساعت 6 هم باید تحمل کنیم که عرضم به حضور شما که ببینیم میتونیم تون سعور رو شکست بدیم یا نه. آیا شکستش میدیم یا میمیریم؟ اینو در ادامه خواهیم دید. خب آقای تون سعور بیا ببینم عزیزم، بیا ببینم قیافتو. قیافت یا خبر بنی هاشم. تون سعور دیدی؟ بیا پایین یو میاد تو صورتت. به خدا یو این تون سعوره میاد تو صورت آدم مر میگور کنه. به جان تو که نه کنم همینجوری چراغ قوه بزنیم تا صبحم شده من چراغ قوه بزنم. ولی من حال این تون سعور رو میگیرم. نه کن واسه هر کی تون سعوری واسه ما خیار بادمجان هم نیست. خیار بادمجان اینا خطای زندان ها، خطا رو من کشیدم. یا حضرت داشت تو رو خدا من میترسم. نه من قلبم ضعیفه همینجوریش. خب ساعت 1 شد داشت، ساعت 1 شد. خیلی زیبا داریم میریم. مثلا ساعت دعوای پیداشتی هستش. حالتون چطوره؟ خوبی؟ یه چیکار کنیم داشت؟ حواستو پرت کن به یه چیز میذار. اوه داداش شاید باید بکش. وای آقا اشتباه شده. آقا این اشتباه شد. نه داداش اشتباه شد. دوباره میریم. داداش این نمیدونستم باید بکش کرکر رو تا پایین. من فهمیده بودم داشت باید کرکر رو بکش تا پایین بدیم. من فکر کردم کرکر بزنی میاد پایین. به جان تو اشتباه شد. آقا دست بعدی میریم. من فکر کردم مثلا اینو اینجوری بزنی میاد پایین. خب ولی اینجوری بزنی میاد پایین. فکر نمیکردم مثلا چیز باشه. الان وای خور یه خورده جوریه. ولی بذار این دفعه چغر بازی در میارم. این دفعه هم تون اصابانو خوردون، هم تون میان. اصلا نگاه کن یه وضعیتی. خستم از تو، خستم. بینه من دوربین حقیقتا میترسم برم. نه حقیقتا خدا وکیلی او تون اینجا دشویی میکنه. تو دشویی نکن. او تون دوربین ها رو قطع کرد نشدی. و اسکلت رو میبینی، محمد خان رو میبینی. دوربین چه خبره؟ تون دشویی داشتی؟ تون به جان تو نها کن. شرط بستی با رفیقات منو اینجا سکه یه پول کنی. تون به جان تو من نمیبخشم. تون نها کن یه روزی گیرت بیارم. تون دادا بیا مثل بچه آدم خودت. اصلا نها کن گرمم هست. این تونگم هی این کولرم یعنی پنکه هم جواب نمیده. بعد ما اینجا داریم
چاکر آقا تون تون چاکر ما هیچ غلط کردیم آقا، ما غلط کردیم تون تون جامو قیافت جیگر تو برم من. برو بذار کار زندگی مرسی. برو بشت برو تون تون. اوه داشت یکی عظیم همین چه خبره؟ داشت به خدا غلط کردم، چه غلطی کردم، اینجا بلایی بود. داشت هنوز ساعت 1 نشده اینا دارن تپ تپی. داشت یه خود امان بده سید. تونگ رو ببینیم. تونگ اوه تونگ دوباره ما حمله کنه مشتی. حمله بعدیش خیلی خطرناک. اوه 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 اوه. داشت تونگ میاد از این ور، ای کوسه میاد از اون ور، اون یورو میاد. اصلا وضعیت بدی هستش دادا. وضعیت خوبی نیست. 1% گفتم حمله میخوای کنی تون تون، گفتم بعد میخوای حمله کنی. این برای بپاییم کسی نیاد از این بر. تون تونگ هنوز نرفته. این بر چی؟ این برم هنوز کسی نیومده. تون تون فر از این ور میاد مشجا میدونی. تون تون فر از این ور میاد، بقیه دوستان از این ور میاد. خب پس این نتیجه گرفتیم که تون تون از این ور میاد، بقیه دوستان از این ور میاد. اینش خوبه که دوبارمون نمی کنن. 1:37 هستش. تو رو خدا جان هر کی دوست دارید به مولا. من چرا از این با شارژم داره تموم میشی. امیدوارم شارژ برقی برسونه 3 تا ساعت 6. ما ساعت 6 و اینجا رو رد کنیم و به جان تو الان سکته میکنم. یکی از این دوربینام انقدر که میترسم. داشت بسته نمیشه. چرا دره تا پایین نمیاد، بسته نمیشه. بعد ساعت 2 شد. آقا تحمل کن، هیچی نیست. وای داشتم تون به جان تو پیرم کردی. تو پیرم کردی. تونگی از من میترسم. یکی داره میاد. برش بابا یزید. خیلی بد میاد. اصلا نگاه کن بابا. یکی از این من میاد، یکی از اون من میاد. بابا ول کنید دیگه. یزیدا همه حمله کردن. قلب بابا نکن، قلبم ضعیفه. نکن برادر. بابا درا قفل کرد. همه یو از این در دو طرف میان. از این دو طرفه من میکنن. نامردا چه وضعیه؟ اوه وضعیت دار شد. وضعیت بد شد. یه صدای بدی داره میشنوم. یک صدای آهنگای. داشت 2 تا شارژ دارم که نمیرسانه. من با این 2 تا شارژ چه کار کنم؟ خدا وکیلی شارژ کمه. 2 تا شارژ شد. 3 ساعت 3 2 تا شارژ. یعنی میرسونه شارژه به نظرتون؟ وای قلبم. وای این آهنگا پخش نکن. مشی از این آهنگا پخش نکن. جان جدت از این آهنگا پخش نکن. داره زهرم میتر. جان جدی دارم خودمو. آهنگو میشنوین؟ وای یه جوری هم من تو دوربینم نمیتونم برم مشتی. یه جوری ترسیدم واقعا دارم میگم. یه جوری که این آهنگ هم پخش میشه، یه جوری بد ترسه.
ساعت 3 چیزی وای حمله کردن صدا پاهاشونو دارم میگیرم. وایس آقا گلوم خوش شده. اوه آقا اینو گرفتی، توسه رو گرفتی، توسه رفت برو دیگه. آهنگ قد شد. خب آقا نزدیک 4 جانم مادرت بذار تموم کنم. تون وای تون از دست تو وای تون از دست تو. شارژه هم داره تمام میشه. هشتی شارژه ما 1% دیگه بیشتر شارژ نداریم. 1% دیگه بیشتر شارژ نداریم. شارژ هم میترسم تموم شه. اول فضل خودت کمکمون کن. دست این تونگه باور کن انقدر که میترسم که دوربینم حتی نگاه هم نمی کنم که یه وقت نامردا. آقا شارژم تموم میشه. شارژم داره تموم میشه. نمیدونم دارم چیکار میکنم ولی شارژم داره. ساعت 4 خب ولی میترسم شارژ من تموم بشه. چیکار کنیم؟ چی شد؟ فعلا وضعیت همه چی آرومه. وضعیت آرومه. هیچی نیستی الان واسه هیچی واسه ترس نیست. فعلا هیچ کس نمیاد. نگه میداریم شارژو. یه صدا ایشان اسمش چیه؟ اگه کسی میدونه تو کامنت ها بنویس. ایشان اسمش چیه؟ اسمش یادم رفتی. برو دیگه. شارژ ندارم. تو خدا شارژ تموم نشا. تا ساعت 5 دووم آوردم مشتی. تا 5 دووم آوردم. امیدوارم که شارژ تموم نشه. شارژ تا باز باز آهنگ شروع شد. باز این آهنگ ترسناکه رو زدن. باز این آهنگ ترسناکه. صدا تاموجری داداش. تاموجری اینجا چی به باز تاموجری. تونگه بد میاد تو دل آدم ها. تونگه داشت. ساعت 5 خب ساعت 5 چیکار کنیم الان؟ اگه این شارژ ما نگه داره 1 ساعت بتونه ما رو نگه داره تمومه مشتی. 1 ساعت فقط 1 ساعت اگه بتونم تحمل کنم. وای واقعا استرسی بچه. این آهنگ میزنه نگاه کن. وای نزن این آهنگو. ای داد من ای بیداد جون ننت. یه چند دقیقه دیگه 30-40 دقیقه دیگه مقاومت کن داداش. تو 30-40 دقیقه دیگه مقاومت کنی یا اوی اینجا سخت شد 30 شد داداش. یه ران بیان چیزشون کنی یا دکشون کنی رفتم میدونی. یه ران فقط اگه بتونم. یکم دیگه مونده تا ساعت 6 شو لعنتی. ساعت 6 شو لعنتی. 40 آقا 40 شد. ساعت 6 شد. تو رو خدا ساعت 6 شد. تو نیومدن. داره میترسم. داره بد جور داره. ساعت 6 شد دادا. ساعت 6 شد دیگه بابا. 10 دقیقه دیگه 10 دقیقه.
باتری خوب مونده، من فکرم تموم میشه. اوه باتری داره تموم میشه. آقا 5 دقیقه دیگه. 57 58 59 ساعت 6. باتریه داشت تموم میشد. باتریه داشت تموم میشد. آقا شب اول رو گذروندیم. خب آقا برای بچه دمتونم گرم تا این ویدیو رو دیدید، عشق منید. برای بچه گل یه شبو با تون سحور گذروندیم. شبای بعدیش هم اگه دوست داشتید بگذرونیم حتما بهم بگید که بقیه‌اش هم بریم و چند شب میتونیم بگذاریم. عشق منید. برای اینکه ویدیو طولانی نشه دیگه همینقدر بس. دمتونم گرم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. بدرود.